الحمد لله الذي ليس له ولد ولا زوجة ولا سلسلة ولا فروعا، بدليل قوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى أصحابه وأزواجه وذرياته طيبين طاهرين، ومنهم أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي المرتضى رضي الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا إياكم بذكر الحكيم، إنه هو التواب الرحيم العلي العظيم السميع الدعاء. بالله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد، إنك حميد مجيد. از عبدالله بن عمر پرسیدند ای صحابه رسول، ای قاضی صحابه، ما میخواهیم که در همین دنیا کارامون رواج یابد، کارامون رونق یابد، کارامون قرار یابد، چیکار کنیم؟ میگه حضرت گفتی هر کسی که یکم به خدا رفیق شود دوم به دوستای خدا رفیق شود. نام خدا رفیق است. کسی در زندگیش خدا را به خودش رفیق گیرد و خدا همه کارش خوش میکشاید. دوم کسی گفت اگر اولیای خدا خود رفیق شود در حضور اونها شیند، پروردگار تمام مشکلات در این دنیا آسان میکند. امروز ما با خدا رفیق نیستیم، امروز ما با خدا کنیم. پیامبر در بین صحابه بلند میشه و میگه یک آیه میخوانم تا دنیا و آخرت را بسای سوره طلاق سر میکنه و من یتق الله، کسی اگر خدا را پروا کنه، خدا را حرمت کنه، یجعل له مخرجا، خدا تمام رها برای گشوده میکنه و یرزق رزقش نمیمانده نشوی. شما نگوی من حلال کار میکنم، شما کاری من برای من میگیره، من همه چیز و برنامه و تقدیر و یک خط و یک قلب خودش خلق کردنیم. این دنیا پس من نیاز زیاد داره. شما برای من توکل کنید و من یتوکل علی الله فهو حسبه، من تکیه کنید، من برای شما دو دنیا را کفایت میکنم. برای همین خدا را رفیق گیریم، اولیای خدا و دوستای خدا بنشینیم، توکل بر خدا و قوت کنیم. این دیوارا، این زنجیرا، تمام ظلم و استبدادا خودش به عنایت الله و عنایت الهی بشارش درختان میگیرد. رفیق خدا بودن را نشان دهیم. روایت میکنه ابن قدامه یک از اولیای خدا را اگر سحریان میآمد و این قدر را مسجد آمده و من میگفت من 3 سال داشتم
بچم یعنی آشغاله را امروز موشا ریسکت را آورده باشد پدر میگه و بر وقت خروط و بر وقت حرام خریده دیگه کاغذ میمونده من فریب میکرده که بچم در ریسک موشا آوردیم 9 سالگی و فهمیدم که اتاق خودش میآورده و نمیزیر حاصل میکرده و قبیله بود شوی کار میکردی تو بچم اما ریسک ایموش دیدی هم 9 سالگی در موشا را دوست میداشتی اما ترکی آفرید این جان کی داد این نیرو کی داد این ریسک کی داد شناختی بله ما یک موشو و یک آدم میندار میشه یا دکتر ما یا افراد کار میکنن میندار میشه باران ای غور میبینه اما از پشت همه اینا قدرت الله هست و فرزندان را با خدا شناسی نشان دهید خدا قدر رفیق بودن نشان دهید تا آینده ما شکست نخوریم و